الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. امروز در دنیا چیزی که بشر دنبال آن هست و بشر میگرده برای او سکون هست و زندگی با آرامش، زندگی با سکون، زندگی راحت. با این حال که همه اسباب رفاه و اسباب وسائل ضروری انسان فراهمان موجودن، همه امکانات انسان برای خودش فراهم کرده است. ترقی و پیشرفتی که بشر در عرصه های گوناگون کرده، تلاش کرده است که تمام اسباب راحت انسان، اسباب آرامش انسان، اسباب سکون فراهم بشه، ولی قلب انسان راحت نداره، سکون ندارد، اضطراب دارد، استرس دارد، پریشان هست، نگرانه. برای همین خاطر شما میبینید در دنیا بیشترین خودکشی ها در این عصر پیشرفت و در این عصر ترقی در دنیا موجود هست و شکایت اندوه و شکایت غم و اضطراب فراوان هست. و این به خاطر آن است که انسان را الله تعالی وقتی آفریده و خلق کرده، سکون او را و آرامش او را در راه صحیح گذاشته است، در مسیر درست گذاشته است. مسیر وقتی اشتباه باشه، راه اشتباه باشد، انسان آرامش نمی‌یابد، سکون نمی‌یابد، اضطراب پیدا میکنه، استرس پیدا میکنه. انسان به نحوی قرار میگیری که با یک چیزی را گم کرده، کمبود بزرگی داره، همه چیزش تکمیله، ولی
یک چیز بزرگی را گم کرده و پریشانه و او رابطه با الله تعالی است. در فطرت انسان و خلقت انسان، در سرشت انسان و خلقت انسان این قرار گرفته که او با الله در ارتباط باشه، پروردگارش را بشناسه، خدایش را تشخیص بده، رابطه ایمانی با الله برقرار کنه و توی مسیر درست حرکت کنه، مسیر صحیح حرکت کنه. مسیر صحیح مانند جاده میمانه و مانند شاهراه میمانه، مانند اتوبان میمانه که انسان به راحتی میتواند توش تردد کنه و رانندگی کنه. صراط مستقیم او که در قرآن آمده اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم همین راه پروردگاره، راه درسته، راه صحیحه. و در راه اشتباه، راه غلط، هیچ وقت انسان راحت نمیبینه، آرامش حاصل نمیکنه، تشنگیهاش برطرف نمیشه. کسانی که دنبال نفس و هواهای نفسانی هستند و هر چه که نفس آرزو بکنه و تمنا بکنه برآورده میکنن، هیچ وقت راحت ندارن، برای اینکه هیچ وقت نفس قانع نمیشه، هیچ وقت نفس سیر نمیشه. هر چه به او بدید و هنوز گرسنه، تشنه و راحت نداره. و این مثال یک جاده میمانه که این جاده ناهموار باشه، تو این مسیر در راه هست و چاله هست و گردنه هست و پرتگاه هست، راه صحیح و راه درست نیست، راه غلط. این راه غلط اشتباه هم دنیا را برای انسان جهنم میکنه و هم آخرت جهنم میشه. و راه صحیح نه، توی دنیا انسان راحته، در آخرت هم راحته. این راه ایمانه، این راه خداشناسیه، این راه حقه، این راه عدله، این راه انصافه، این راه رعایت کردن حقوق پروردگاره. حق الله است که بنده گردنش را در مقابل او کج کنه و از خدا فرمان ببره، از خدا اطاعت کنه. این حق خدایه که بنده گوش به فرمان پروردگارش باشه، ربش باشه. و همچنان حقوق بندگان را رعایت کنه. وقت انسان حق زن و بچه را رعایت میکند، حق خویشاوندان را رعایت میکند، حق کارگر رعایت میشه، کارگران و پیمانکاران حق کارفرما را رعایت میکنند، حقوق شرکا شریکان حق یکدیگر را رعایت میکنند. وقت والدین حق فرزندان را رعایت میکنند، مادر و پدر، و وقت فرزندان حق مادر و پدر را رعایت میکنند. برادران و خواهران حقوق یکدیگر را رعایت میکنند. وقت حقوق انسان رعایت میشه، حق زن رعایت میشه، حق فرزندان رعایت میشه، حق همسران رعایت میشه، حقوق رعایت میشه. انسان این مسیر درسته. وقتی عدالت باشه، ظلم در حق کسی نکنیم، در حق هیچ کسی ظلم انجام نگیره، زیاده روی نباشه، تند روی نکنیم، بالاخره حقوق رعایت کنیم. این جاده، ما در جاده صحیحیم، ما در
بر صراط مستقیم حرکت میکنیم و میشیم راحت. زندگی ما زندگی پرسکون، زندگی با آرامش، زندگی با اطمینان. این او زندگی که امروز بشر از دست داده و بشر دنبال اوست که چرا آرامش نداره؟ نه کمبود در لباس، نه کمبود در غذا داره، نه در مسکن داره. در کل صحبت بنده برای کل دنیاست. همه جهانیان به همین حالت اضطراب دارن، سکون نیست، آرامش نیست. و لہذا این آرامش با عمل صالح انجام میگیره. میرسه انسان من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. مرد باشه یا زن، وقتی که عمل صالح انجام بدهد، عملش درست باشه، عمل کردش صحیحه، عملگراست، عمل میکنه و عملش عمل درستن، این انسان در مسیر فطرت، این مسیر طبیعی خودشه. انسان بر همین پیدا شده است و خلق شده. لحظه انسان راحت حاصل میکنه، سکون حاصل میکنه. اگر انسان ظلم بکنه در حق خدا، ظلم بکنه در حق بندگان، گرفتار مفاسد بشه، گرفتار منکرات بشه، بیراه حرکت کنه، انسان توی دنیا هم تبدیل میشه به جهنم برای او. بالاخره با مشکلات مواجهه، با ناهمواری روبرو هست و هم زندگی دنیاش پریشانه. به محضی که انسان چشم ببنده گرفتار جهنم آخرت میشه. آخرت الله برای او جهنم قرار میده. اینجا اگر تمام امکانات عیشش فراهم بشه، ولی وقتی که به محضی که بمیره گرفتار عذاب پروردگار. اشتباه بشری اگر اشتباه بره و به این نکته توجه نکنه، به این مسائل که همه انبیاء علیهم السلام را هشدار دادن، آن را تبیین کردن و بیان داشتن، این اگر در نظر نگیره انسان راحت نمیبینه، خوشحالیش تبدیل میشه به غم و پریشانی و راحتش تبدیل میشه به مصیبت. و لحاظا خود انسان با دست خود، با عمل کرد خود زندگی دنیاش را خراب میکنه، الله تعالی را ناراض میکند، بندگانش را هم ناراض میکنه و اشتباه عمل میکنه. لحاظا عمل باید عمل کرد صحیح باشه، درست باشه. و قرآن جای دیگه همین فرموده است که الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. آنانی که ایمان آورده و عمل صالح، عمل نیک انجام میدن و ذکر الله تعالی را میکنن، با ذکر الله که همه عمل صالح در راستای ذکر خدا است. لہذا ذکر الله را انجام میدهن، نام خدا را میگیرن، با الله وابسته‌اند، دل داده الله‌اند، در رابطه با خدا فکر میکنند و الله میفرماید که اینها
سکون پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه و با ذکر الله انسان آرامش پیدا میکنه. این تاثیر نام خدا هست، این تاثیر ذکر و یاد خداست، این تاثیر عمل صالح، عمل نیک، این تاثیر معروفات خیر و خوبی هست، این تاثیر عدالت هست، این تاثیر انصاف که انسان سکون پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، ملک میرود به سمت آرامش، کشور میره به سمت آرامش، در خانه انسان راحته، توی منطقهش راحته، توی کشورش راحته، همه جا راحت حاصل میشود وقت نام خدا هست، وقت اعمال درسته، وقت ایمان به ذات یگانه خدا هست، وقت خدا شناسی است و انسان راحت پیدا میکنه، سکوت پیدا میکند. و لحاظا به همه بندگان خدا، به همه انسان ها، به همه توصیه آن است که هیچ زمانی از خدا غافل نباشد، چون که راحت در غفلت نیست، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. با خدا وقت شما خلوت میشید، وقت خدا را یاد میکنید، راحت حاصل میکنید. اینه که توصیه همینه که هیچ وقت از خدا کسی کار نکنه، از خدا ناراض نباشه، خدا را ویل نکنه، به خاطر مصائب، به خاطر پریشانی و درب خدا را همیشه بزنید و خدا را فریاد کنید، خدا اجابت میکند. الله به بندگانش بسیار مهربانه. ما نامهربانیم، بندگان نامهربانند، کوتاهی از ماست، سستی از ماست. و اگر ما پروردگار را فریاد بزنیم و رب من رهنده بکنیم و نام زیبا و نامهای نیک او را بگیریم، او به ما پاسخ میده، او ما جواب میده، او اجابت میکند و همه چیز در دست پروردگاره. بسیاری از گره هستند که به دست کسی باز نمیشه، بسیاری بنبسته بر سر راهن و این بنبسته را بغیر از الله تعالی دیگه کسی دیگه نمیتونه برداری از سر راه. الله را در هیچ شرایط فراموش نکنید. بعضی به مصیبت پریشانی که گیر میشن به الله بغض میشن و گلایه میکنند از خدا که چرا این مصیبت سر من آوردی. نه، همه در کارهای الله حکمت موجوده. آزمایشن، امتحانن، الله میخواد آزمایش بکند بنده اش را و بنده در همه حال بسپاره کارش را به الله و توکل کند بر الله و از الله راضی باشه، از الله ناراض نباشه. همه تربیتن، در سختی ها بنده تربیت حاصل میکنه، بندگان الله تربیت میکنه، سختی ها را میاره تا الله تعالی در صف بندگان جدا کنه از یک دیگه. مشخص میشه که برای الله میمانه و که هست چه کسانی که خدا را ویل میکنه. فقط در وقت خوشحالی الله را بندگی میکنند. اگر قحط باشه خدای نکرده، اگر کرونا باشه، اگر مشکلات باشه الله را هم فراموش میکنند.
ناراض میشن و میرن برای خودشون. در همه حال الله را ما یاد بکنیم و بندگی بکنیم و تا آخر در کنار الله بمانیم، در کنار حق ماندن، در کنار الله ماندن. الله تعالی به ما توفیق عنایت کنه. مهمه که اخلاق ها نیک باشند، مهمه که انسان منصف باشه و انصاف در انسان و بشر وجود داشته باشه. اینها هم از مسائل فطریان و تمام این مسائلی که شریعت اسلام به آن دستور داده در ادیان سماوی، در کتابهای آسمانی آمدن، در شریعت آمدن، مسیر فطرت است، مسیر صحیح، مسیر درست است. مراد اینا مهمه که ما بدونیم که به بارگاه الله تعالی مسئول خواهیم بود. هیچ کسی استثناء توی این زمین نیست. همه باید پاسخگوی الله تعالی باشند و یا به الله باید پاسخ بدن. اولیاء الله همه پاسخگوی عمل کردشون هستند. این اشتباهیه که یک انسان فکر کنه که هر کاری بکند الله از او نمیپرسد. نه، الله تعالی یک سر مو، یک تار مو اگر ما از حق تجاوز بکنیم، دارای هر مسئولیت و مقامی باشیم، الله تعالی مؤاخذه میکنه. بله، شما هر مقامی داشته باشه، کسی وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، قاضی باشه، مامور باشه، ملت باشه، مردم باشن، هر کسی هم باشد از ماها، عالم باشه، امام پیش نمازه و هر کسی باشد، یک تار مو از سر حق بگذره، از انصاف تجاوز بکنه، روز قیامت جواب الله تعالی را. هیچ کسی را اینجا الله تعالی مهارش را ویل نکرده، لگامش را ویل نکرده که لگام گسسته باشه، گسیخته باشه و هر کاری را بخواد دلش انجام بده از او سوال نشه. اشتباهه. اگر کسی شما را گفته اشتباه گفته، مسئول من و شما که عمل کرده باید برابر باشه به شریعت اسلام. این اشتباه بزرگه که بعضی خیال میکنن که انسان به یک مقام بالای میرسه، میتونه احکام خدا را تعطیل کنه، میتونه حرام متوقف بکنه، حکم حرمت ها میتونه فرض متوقف بکنه. این اشتباه بزرگه. نه در قرآن چنان مجوز موجوده، نه در سنت موجوده و حتی پیامبر اسلام هم چنان چیزی برای خود و برای پیامبران هم قائل نبوده. پیامبر نمیتونه نماز را تعطیل کنه. نماز دستور الله، پیامبر باید دستور خدا را انجام بده. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم یک نماز قضا نکردن در طول عمر. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. تا آخر زندگی آن حضرت نماز خواندن، یک بار در سفر، یک بار به هر حال تمام شب سفر بود و آخر شب استراحت کردن. حضرت بلال مامور گذاشتن که شما نخوابید که ما خواب نریم، ما را برای نماز صبح بیدار بکنید. بلال نماز خواند و وقتی که خسته شد به شترش تکیه داد و رو به سمت مشرق گذاشت که هر لحظه که بام طلوع بکنه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بیدار بکنه. بلال هم خواب رفت و وقتی که آفتاب زد بر سر صحابه بیدار شدن و الان آن حضرت بیدار شد و صحابه پریشان شدن، گفتن که
بهرحال چشم بلال گفت بلال تو قرار و بیدار کنی گویا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که من اینجا تکیه دادم و چشم من به خواب رفت من خواب رفتم اسباب آماده کردن بعد خواب رفتن یکی را گفتن تو بیدار باش که ما را بیدار بکنی اما خواب رفتن آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت از اینجا کوچ کنید اورتر رفتن اذان داده شد و نماز صبح را در وقتی که آفتاب بالا زده بود برگزار کردن حکم خدا را احکام خدا را هیچ کسی نمیتونه تعطیل بکنه هیچ کسی نمیتونه مجوز بده برای گناه به غما بزنید و ببندید و بکشید و از شما سوال نیست نه هیچ کسی حقا نمیتونه هیچ مفتی نمیتونه این کارا بکنه هیچ مرجع نمیتونه هیچ عالم نمیتونه اینا دخل و تصرف در اختیارات الله تعالی است الله این میزان تعیین کرده هر انسان حق داره هیچ کسی نمیتونه حق او را آزادی او را سلب کنه همه مسئولان كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیتی جمعه گذشته هفته گذشته در این باب آن حضرت صحابه را فرستادن دو تا صحابی خیلی جلیل القدر و بزرگ به یمن حضرت معاذ بن جبل صحابی انصاری و حضرت ابی موسی اشعری رضی الله ابو موسی اشعری را به یمن فرستادن و وقتی که فرستادن آن حضرت فرمودن که بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا و تتاوعا ولا تختلفا فرمودن که شما به یمن می روید مردم خوشخبری بدید مردم مایوس نکنید از رحمت خدا از دین خوشخبری بدید مردم نفرت از دین ندید آسانی بکنید سختی نکنید در دین سختی نیست سخت نگیرید آسان بگیرید خیلی اصول بزرگ را حضرت بیان کرد که برای مردم خوشخبر باشید بشارت بهشت بدید کسانی را که از الله تعالی اطاعت میکنند به احکام خدا به دین خدا به شریعت الله عمل میکنند خوشخبری بدید اینها را مردم نفرت از دین ندید مردم ناامید از خدا نکنید ناامیدی میگن گناه بزرگی است که انسان از خدا ناامید باشه و کسی که انسان ناامید بکنه برای او هم گناه سنگین است که انسان را ناامید بکنه نفرت ندید از دین نفرت دادن از دین متنفر کردن مردم از دین فراری باشن دین گریزی به وجود بیاید تنفر از دین کسانی که با عمل کردشون با گفتارشون از ماها مردم از دین نفرت بدن این گناه نابخشودنی خدای عز و جل مردم فرموده سخت نگیرید آسان بگیرید و مردم آسانی بیاره راه را نبندید راه جواز الله تعالی راه جواز باز گذاشته است الله شریعت خدا آسانه بعثت بالحنفیة السمحاء لیلها و نوهارها سواء من الله تعالی فرمودن به دینی که از انحراف و از کجی دور هست الله تعالی منع به دینی
صحیح و درست که در مسیر راست و در مسیر درست قرار داده منو فرستاده، از خرافات دوره و از انحراف دوره الله فرستاده. و این دین آسانه، دین روشنی است، شبش هم نورانیه، روزه و روزش هم روزه. و این دین آسانی است. دین را الله شریعت آسان کرده، دین الله آسان کرده. برای چه دین ما برای مردم سخت بکنیم؟ چرا راه های جوازا ببندیم، راه های آسانا ببندیم و دین سخت بکنیم؟ این چیزی که آن حضرت خیلی ناراحت شدن وقتی که یکی از صحابی شکایتش را آوردن که نماز طولانی میکنه و ما نمیتوانیم نماز برسیم، نماز با جماعت برسیم. آن حضرت خطبه دادن، سر منبر رفتن و فرمودن ایها الناس ان منکم منفرون. بعضی از شما مردم نفرت میدید مردم از دین، خطاب به صحابه کردن. بعضی از دین نفرت میدن، سلیقه‌ای عمل میکنن، بعد عمل میکنن، سلیقه خود را اعمال میکنن. فرمودن که این سلیقه های غلط تا نباید کسی اعمال بکنه و به عنوان دینش قرار بده. و فرمود بعضی از شما نفرت میدن مردم، نفرت ندید مردم. حضرت میگه چنان غضب کرد او روز که هیچ صحابی میگه هیچ زمانه خشم نکرده بود. معلوم میشه که هر کس با سلیقه است، هر کسی از ماها با عمل کردست بعد عمل بکنه و مایه نفرت مردم میشه، مورد خشم خدا و مورد غضب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم قرار میگیره. وقتی عمل کرد مطابق با قرآن باشه، وقتی عمل کرد مطابق با سیره آن حضرت باشه، با سیره پاکان باشه، با سیره نیکان باشه، هیچ وقتی ما مردم نفرت نمی کنن، بر مردم مشکل پیش نمی آید و بر مردم آسان میشه. وقتی که صحیح باشه، درست باشد، سلیقه‌ای عمل نکنیم، سلیقه را اعمال نکنیم و ما قرآن عمل کنیم، بر قرآن عمل کنیم، به کتاب خدا عمل کنیم، به سیره و سنت آن حضرت خلفاء راشدین، اون کسانی که به دست آن حضرت تربیت شدن. چه زیبا آن حضرت تربیت کرده. به خدا قسم، او خدایی که جان همه ما به دست اوست. هیچ مربی توی دنیا و مرشد توی دنیا به اعتقاد همه ما بالاتر از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نبود. او شاگردانش را زیبا تربیت کرد، خوب تربیت کرد، خوب ساخت و عیناً همون سیره صحابه، سیره اهل بیت. شما وقتی این بزرگواران سیرهشون نگاه کنید، سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، زندگی آن حضرت. و وقتی کسی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را ندیده بود، صحابه را میدید، اهل بیت آن حضرت را میدید و همین خیال میکرد که اینها سیرهشون، رفتارشون، اخلاقشون، کردارشون همه مال حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و این خلفای راشدین بودن. چقدر روی عدالت چند از حساس بودن. آن حضرت روی عدالت چند از حساس بود. وقتی فاطمه یه زنی سرقت کرده بود، یک فاطمه مخزومیه غالبا یکی از فامیل ها بود و آوردن خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و میخواست حکم خدا را اجرا کنند.
سفارش آوردن، شفاعت آوردن، توصیه کردن به نزدیکان آن حضرت، به حضرت اسامه بن زید که سفارش کنه که این حد بر او جاری نشه، حد خدا. و آن حضرت گفتن که ظالمترین حاکم همونه که حد خدا را جاری نکنه. و فرمودن اگر فاطمه بنت محمد، این فاطمه بنت کسی دیگه بود، ولی اگر فاطمه بنت محمد دختری آن حضرت علیه بالله بلا تشبیه سرقت کنه، آن حضرت فرمود اگر فاطمه بلا تشبیه نکرد، این بلا تشبیه مال ماست. فرمود اگر فاطمه بنت محمد سرقت کنه، من حد خدا را بر او جاری میکنم. هیچ استثنایی نبود. آن حضرت برای فرزندان خود حاضر بود که خدا را اجرا کنه. و عیناً این صحابه، شما سیدنا علی زندگی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را نگاه کنید که وقتی عبدالرحمن بن ملجم بر حضرت علی رضی الله تعالی حمله کرد و با شمشیر زد و سر مبارک زخم قرار گرفت و زخم خطرناک، امید نجات هم نبود. و عبدالرحمن بن ملجم وقتی دستگیر کردن، بسیار مردم خشمگین بوده اینه تکه تکه کنن، این را پاره پاره بکنن، اعضای بدنش را. حضرت علی فرمود نه، گفت الان من خودم زنده هم، الان حق مال منه، هیچ کسی حق نداره که به این تعرض بکنه. و به فرزندانش گفت که این اسیر شما با اسیر تو خوبی کنید، با اسیرتون خوبی کنید. خیلی حرفی، خیلی حرفی. با اسیر، با این تعلیم حضرت علی رضی الله از حضرت رسول گرفتن، با اسرا با خوبی رفتار کردن. اسیران بدر که مشرک بودن، حربی بودن، چگونه رفتار کردن. اسرای جنگیران حضرت چگونه با اونها رفتار کرد، صحابه چگونه، آل بیت چگونه. با اسیر زندانی، اسیره و بالاخره زندانی را کتک زدن و اهانت کردن، توهین کردن، ناسزا گفتن، تعرض کردن، خلاف شریعت اسلامی، خلاف تعلیم حضرت علیه، خلاف تعلیم اهل بیت، خلاف تعلیم حضرت رسول. صحابه گفتن، حضرت فرمودن که به حضرت علی که این اسیر شما با اسیر خودتون خوبی کنید، و اگر فرمودم من زنده بمانم، این حق مال منه که من حقم را بگیرم یا حقم را ببخشم، ولی اگر من مردم شما او را خاصه قصاص بگیرید به همون نحوی که او من زده بزنید، نه که او را دست او را قطع کنید و پای او را قطع کنید و داغش بدید. و بعضی گفتن که آمده که گفته زبانش را بگیرید. اصلا مردم احساساتی بودن و فرمودن نه، من الان زنده هستم و او به من جرمی کرده، لحظه شما هیچ کسی که دخالت نداره. توصیه کردن که با او خوبی کنید، به خوبی رفتار بشه. مهمه که انسان با دشمن، با مخالف به خوبی رفتار کنه. ولذا اسلامی رفتار بشه. اسلامی مگر این نیست که ما مسلمانیم. من شما هم با اسیرانتون اسلامی رفتار کنید، با زندانی ها اسلامی رفتار کنید. محاربه نزنید. معترض فرق میکنه با محارب، معترض فرق میکنه با مفسد. اعتراضی دارن، نه اعتراضی دارن. به قول کسی که
گفته 43 سال 44 سال ملت تحمل کرده، مردم تحمل کردن، حالا برای مردم اعتراض پیش آمده، شما هم تحملشون بکنید. مردم اعتراض دارن، اعتراض سالم، اعتراض سالم باشه، تعرض نکنن به اموال، تعرض نکنن به اموال عمومی، تعرض نکنن به ماموران، به کسان دیگر. سالم اعتراض سالم معنی این که به هیچ چیزی تعرض نکنه، اعتراض سالم داشته باشن و من و شما هم تحملشون بکنیم، هم وطنن و بالاخره اینها علیه اعتراضی دارن، مشکل دارن، شاید ما مشکلات اینا را درک نکنیم ولی مشکل دارن. اینها مشکلاتشون شنیده بشه. ما که میگیم که آقا بشنوید، از گفتیم هر کسانی گفتن که ندای مردم را، صدای مردم را بشنوید، یعنی بشنوید چه میگن، بشنید. خیلی این مهمه، این مهمه که انسان نه با دوستش بشینه بلکه انسان با مخالفش بشینه. کمال در اینه که شما با مخالفانتون بشینید، با منتقدان بشینید، هیچ وقت راه انتقاد گرفتن نشه. چرا که راه هر کسی انتقاد جلو بگیره، جلوگیری از انتقاد استبداد به عمل میاره، استبداد به وجود میاره. بگذارید همه مردم بعد انتقاد هم بلد نیستن. یکی انتقاد نرم و ملایم میکنه، یکی انتقاد سخت میکنه. اتفاقا از بسیاری از کسانی، بعضی از کسانی که آن حضرت را انتقاد کردن عربی بودن، صحرانشین، خشن انتقاد میکردن، خشن انتقاد کردن از خلفاء راشدین، خشن انتقاد کردن از بزرگان اهل بیت و اینها با حلم و حوصله اونها را جواب. بعضی از اهل کتاب یهودی تعرض کردن به آن حضرت صلی الله علیه وسلم، حرف تند زدن. صحابه خواستن که ادب بکنن اونها را، ادبشان یاد بدن. آن حضرت من کردن، فرمودن نه، بگذاری حرفش را بزنه. اما این صاحب حق همیشه که در حق او ظلم بشه، کوتاهی بشه، اجابه بشه، صداش بلنده. بگذاری صداش بلند باشه، تحمل کنید. این تعلیم برای همه ماست، همه ما. این تعلیم تنها برای صاحبان حکومت، صاحبان قدرت، مسئولان امر نیست. تک تک ما، علمای ما، ریسفیدان ما، نخبگان جامعه ما، طبقات مختلف، زنان، مردان، همه باید سیره آن حضرت اتباع بکنن. با مخالف نشستن، مخالفان زندان نکنید. اگر زندان کردید بری با اونا توی زندان بشینید. شما حرفتون چیه؟ بشینید با اونا کانهشون کنید. اگر بیراهن، اگر اشتباهن، اگر حق میگن، الحق حقیقون، الحق حق ان یتبع. حق باید تابعداری بشه. اگر حق دشمن بگه، اگر حق او امریکایی هم بگه، اگر حق اسرائیلی بگه که دشمنه، هم حق باید ما اتباع بکنه، از باطل اتباع نکنه. حرف حق اگر قاتل پدر انسان، قاتل فرزند انسان حرف حق بزنه، درسته حق باید تابعداری بشه. لہذا همین دستور رسید، دستوری که آن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را اللہ دستور داده. حکم اللہ برای حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
که واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، شما بازویتون را برای مؤمنین پایین بیارید. مسئولان وقتی مسلمانان وقتی در ادعای اسلامی داریم همه ما، باید بازوی ما در مقابل مردم پایین باشه. در مقابل ملت الله تعالی به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، کسی که پرچم روز قیامت در دستشونه و تمام انسان ها روی اون پرچم قرار میگه، آدم هم زیر اون پرچمه، ابراهیم خلیل الله هم زیر این پرچم هست. انقدر خدا به این شخصیت خاتم النبیین فضیلت و ارزش داده، ولی او را الله دستور داده که بازوی تو در مقابل ملت فاهم باشه. حرف ملت ها بشنوی، اکمامی بشنوی، ببینی که چی میگن، حرفشون چیه. نه حق میگن، حق میگن، بشینی به اونا قانعشون کنی. اگه حق میگن حق قبول کن، قانون اشتباهی قانون عوض کنید. رفتار، کردار، عمل کرد مطابق با این خواست ملت، خواست مردم. خیلی مهمه که مسئولان مردمی باشند. رهبران دنیا، رهبران مذهبی، رهبران سیاسی مردمی باشند، در کنار مردم باشند، با مردم زندگی بکنند، حرف مردم را بشنوند. سیدنا علی رضی الله تعالی اینطور بود، سیدنا حسن و حسین، هر دو تا امامین حسن و حسین مردمی زندگی کرده، آل بیت مردمی زندگی کرده، غیر از راه مردم آل بیت دیگر راهی نداشتند. صحابه کرام مردمی زندگی کردن، پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم مردمی زندگی کرد، مردمی زندگی کرد، در کنار مردم بودن، در غم و شادی مردم. مشورت نه یک طیف خاص، بلکه مشورت با هر طیف مشورت کرد. جنگ احد بود، با همه طیف مشورت شد و اسرای بدر بودن که چگونه با اینا رفتار بشه، مشورت شد و با بهترین صحابه، با صاحبان فکر و عقل مشورت می شد. مشورت نباید با یک طیف خاص باشه، مشورت با همه با طیفه باشه، با اغلای قوم باشه. و نبونی که مثل بنده فکر میکنم بنده با اونا مشورت بکنم. بنده باید مشورتی دارم با طیفه مختلف مشورت بکنم مسائل تا ببینی جوابها مختلف بیاید و آخر راه درست جلو ما روشن بشه. و این حیاتیه، این مهمه. محاربه زدن برای کسانی که آمدن اعتراض کردن و حالا اشتباهی انجام دادن، شیشه را شکستن یا بالاخره دیگه اشتباهی کردن، اشتباه ها، این محاربه زدن کار او چیزی که قرآن او را محاربه گفته بونه که مسلحانه اگر یک گروهی وارد بشه و بجنگه، این محاربه. و منایی که کسی با سنگی و با چوبی و با داد و بیداد و بکنه و این محاربه زدن سخته. بنده واقعیت این صداقتان اینا میگن که من برای خیلی از قضات میترسم که روز قیامت به بارگاه الله تعالی مؤاخذه نشم. اجراهم علی الفتوا اجراهم علی النار. کسی که جرأت داره بر فتوا حکم با جرأت صادر میکنه و محاربه بده، اعدام بده، این خیرخواهیه و نصیحته، این بر آتش جهنم جرأت داره. این سخته.
قضات باید توجه کنند که اگر یک کسی حقش اعدام نباشه، حقش مرگ نباشه و او را حکم اعدام بدن، باید روز قیامت به برگاه الله تعالی جواب بده. کسی حق ناحق بکنه، کسی حق ناحق بکنه و ناحق حق بگردانه، یک سر مو قاضی اگر تجاوز کنه از حد، روز قیامت مؤاخذه میشه. اینا اعدام مخصوصا خیلی سخته. ما در صدر اسلام نداریم، نه در آل بیت داریم. صحابه کرام و آل بیت ما معتقدیم یکی هستند، اما فرزندان حضرت رسول، حضرت رسول حیاتش اعدام نبودی. بررسی کنید ببینید چند تا اعدام در حیات طیبه در صدر اسلام. نمونه ما صدر اسلامه، هرچی که از صدر اسلام عدول کنه او نمیتونه اسلامی باشه. تفسیر قرآن هم شما نمیتونه هیچ کسی از قرآن استنباط کنه، از حدیث چیزی را استنباط بکنه، مگر اینکه با سیره آن حضرت، زندگی آن حضرت با زندگی صحابه با زندگی آل بیت همخوانی داشته باشه. اگر همخوانی داشته نباشه برداشت اشتباه از قرآنه، برداشت اشتباه از سنته. حالا بعضی از این گروه های افراطی هستند و خیال میکنن که هر کار این گروه های افراطی همینه که مردم ترور میکنن و نه مسجد احترامش را نگه میدارن، نه عالمان کسی دیگر را. بعضی گروه ها اینها خیال میکنن که جهادی، اینها خیال میکنن در مسیر اسلام. نخیر، اینا توی مسیر جهاد نیست، تو مسیر اسلام نیست. باید هر آیه و هر حدیث را برگردانی به زندگی آن حضرت که بالاترین مفسر قرآن آن حضرت هم. آن حضرت چگونه عمل کرده؟ یک کاری که ما میکنیم صحابه کردن، کاری که برداشتی که ما میکنیم آل بیت کردن، برداشتی که ما داریم آن حضرت انجام داشته. احتمال بدیم چند درجه به برداشت هایمون که یک وقت اشتباه نباشند و فکر کنیم و تجدید نظر کنیم، بیندیشیم، کار نکنیم به عنوان مجاهد، به عنوان مبارز، به عنوان حاکم، به عنوان قاضی که فردای ما آخرت ما آتش بگیره و ما گرفتار عذاب جهنم بشیم. والعیاذ بالله. این صحبتای علمی هست، من غرض هیچی ندارم، ولی این نصیحت ها، این حرفا زندگی سیره مبارکه آن حضرت صدر اسلام مورد اتفاق ہے، دور حضرت علی مورد اتفاق ہے، همه فرق اسلامی است. هیچ کسی نمیتونه که با دور حضرت علی در جنگ ها مردم کشته شده از دست ایشون، دیگران هم کشتن حضرت علی را، افراد حضرت علی. جنگی بوده، توی جنگ که حلوا که تقسیم نمیشه طرفین زدن، با خوارج جنگیدن حضرت علی، ولی خوارج اعدام نکرد، اسیران همه آزاد کرد. و این اگر خوارج دست ما می افتاد ما چه کار می کردیم؟ و سرای خوارج همه می کشتیم. معلومه که حتی او کسی که می جنگه با ما اونه که در میدان جنگ کشتیم حسابی نیست، ولی اونا را که ما اسیر کردیم اونا احکام دارن، احکام اسرا می آید. آیا آن حضرت اسیر کشته؟ آن حضرت صحابه اسیر کشته؟ حضرت علی اسیر کشته؟ که ما بگیم گروه ہے، آقا این محارب باید همه افراد این را کشت، این اشتباهی. حالا من
بارها گفتن که روی مسائل دلیل شرعی موجوده، اینا بحث شرعی میخواهم و هیچ زمان کسی با من صحبتی نکرده. من گفتم که روی مسائل ما حاضرین بحث بکنیم، بحث بگذارید، بحث آزاد بگذارید، ملت هم بشنود، بحث تلویزیونیو بگذارید روی مسائل. توی دنیا اینطور میشه. کارشناسان قانون جزایی ما کسانی که این قانونهای جزایی را تدوین کردن هم بشر انسان مثل ما بودن، خیلی سنگینه. بارها ما توی همین نماز مسلح عرض کردی که قانون ها تجدید نظر میخواه. این جزاهای سنگینی که تعیین شده توی این قانون ها باید تجدید نظر بشم. این کارشناس اگر اینا دیگه کارشناسی در مقابله، اگر این اجتهاد بوده دیگه اجتهاد موجوده، اگر برداشته دیگه برداشته. شما این برداشته را بیارید کنار هم بگذارید، بررسی کنید و به هر حال توصیه ما به ترحم، توصیه ما به شفقت، توصیه ما به شنیدن حرف مردم. ما دشمن این مملکت نیستیم و در خیلی موارد سینه سفر کردیم، خدا میداده. در این جنگ‌هایی که در سوریه بود، شما رفتید توی سوریه درگیر شدید، توی عراق درگیر شدید، تمام دشمنان شما اتفاق کردن که از ناحیه بلوچستان ناامنی رو وارد کنند. ما نمیگیم که شما نقش نداشتید، ولی از نقش شما نقش مردم، نقش علما، نقش رئیس دفیدان، مردم این منطقه سینه را سفر کردن. ما سینه را در مقابل امریکا سفر کردیم، امریکایی هم میخواست اینجا اتفاقات به وجود بیاد. ما سینه را سفر کردیم در مقابل مخالف، گفته که ما توی وطنمون ناامنی رو راه نمیدیم، نمیگذاریم. و همینطور توی انتخابات های گذشته توی 44 سال تبعیض تحمل کردیم، نابرابری را تحمل کردیم، فشار مذهبی را تحمل کردیم. همه ملت ایران گرفتار تبعیض بوده. شایستگانشون، توانمندان، مدیران لایق نتوانستند که از فیلترهای شما رد بشن، تحمل کرده. همه در این تبعیض خیلی گسترده بوده، در شیعه و سنی بوده، هر جای به نوع تحمل کردیم ما اینها را، ولی توی صحنه حضور پیدا کردیم که دشمن سوی استفاده نکنه. ولی حالا ملت آمده، ملت خواسته داره، ما خواسته داریم، ما که اینجا خواسته داریم. ما هم از تبعیض خسته شدیم، از فشارها خسته شدیم، از فقر خسته ایم. زندانمون نکنید، نزنید مردم ها. این مردم گرسنه، با اینها بشینید و با اینها کنار بیایید. اینا ملت ایرانان و همه عالم، ما به هیچ کسی خارجی اجازه نمیدیم که بیاید اینجا. به کسی که منطقه رو ناامن بکنه اجازه نمیدیم. مردیم اینجا با تیربارمون زدن بدون جهاد. کشته، قتل عام شدیم، کشته شدیم، زخمی شدیم، ولی 2-3 ساعت نگذشت که اعلامیه دادیم که آقا امنیت منطقه استان باید حفظ بشه. مردیم ولی نکشتیم کسی را و اجازه هم نمیدیم کسی را بکشه. شما به حرف اجازه بدید که مردم حرفشون بزنن. آمین. چیزی هم از شما خواسته همین بوده که اونایی که مردم آزادن اونها مجازات بشن، اونایی که مردم آزادن. خانواده شهدا هم گفتن که ما پول نمیخواهیم،
ما عزتمون و حقمون میخوایم. این که الله تعالی به هر کسی چیزی داده، به هر حال به شما حکومت دستتون بوده، قدرت دستتون بوده و اگر ما چیزی هم داشتیم اینها را اگر الله تعالی عنایت کرده، فضل الله، اگر پیش مردم یک حرمتی بوده، اگر محبت امروز هم هر جایی که در دل کسی هست یا نیست، این داد الله تعالی هم چیزی را که الله بده الله مگر بگیره، الله عزت میده عزت هم میگیره. و عزت کسی دیگه نمیتونه بگیره، عزت داد پروردگار خداست که اگر هر کسی را بخواد عنایت میکنه. همه آنچه که به دست ما و دست دیگران، همه اینها عطای الله، فضل الله تعالی و نظر لطف پروردگار. و ما خیرخواهانه میگیم که معترضین نه کسی را اعدام کنید بکشید، نه کتکشون بزنید، نه آزاد کنید بگذارید، مگر کسی که مردمی کشته، آدمی کشته و یا جرم سنگینی مرتکب شده. برای این اعتراضات و بالاخره داد و بیدادها اینها سختی نکنید، بایی نبشینید و زندانی سیاسی تکرار میکنه. تکرار گذاشتم گفتم و بهترین راه ما میخوایم کشورمون امن باشه، ما میخوایم کشورمون متحد باشه، متفق باشه. ما بارها گفتیم که ما شیعه و سنی نداریم، ما اینجا اقوام نداریم، همه ایرانی، همه یکی هستن، از زرتشتی ها گرفته تا دراویش گرفته تا دیگه تمام ادیان اینجا، روش های اینجا، گرایش ها، حتی بهایی هم انسانان مال ایران حقوق دارن، حتی اونا رعایت بشه. حق تمام ایرانی که اینجا در ایران زندگی میکنن مال ایرانن، دیگران که اینجا در کشورن هم حق دارن. به هر حال این همه حقوق رعایت کنید و اتحاد و اتفاق و انسجام حفظ بشه و بشینند مسئولان و مردم و به هر حال به خواسته مردم ما تن بدیم و مسائلمون را از راه گفتمان حل کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. بله چند تا مسئله که بیارال این صحب، یک چیزی که به مزاج ما نمیخوره و به اعتقاد ما هم نمیخوره، حتی و فحاشی در گفتار و شعار هست. توی شعارها بعضی عصبانی میشه فحش میگن و این به هیچ صورت درست نیست، برخلاف اخلاق اسلامیه. و اموال مردم تخریب کردن و یا به خانه های مردم، مغازه مردم سنگ زدن، شیشه های ماشین ها را شکستن، بانک و مغازه و اینها همه حرکات بچگانند، حرکات نادرست و این بعض بچه های کوچک